سلام به کانال آشپزی با محسن، خیلی خوش آمدید. میخوام خوشمزه ترین غذای دنیا رو بهتون آموزش بدم. البته همه بلدین ولی میخوام یه ساده ترش رو بگم. پیازا رو تفت میدیم برای درست کردن آملت خوشمزه. حسابی که تفت خورد یک مقدار رب اضافه میکنیم و زردچوبه و ادویه مثل پیاز میگم، مثل فلفل سیاه و ارزم به حضور شما نمک هم اضافه میکنیم، میذاریم تا خامیش گرفته بشه و حسابی تفت بخوره. زمانی که تفت خورد باید اندازه نصف لیوان آب جوش ما اضافه بکنیم به این مایتابه و اینکه دیگه نیازی به گرجه نداره، یعنی خیلی ساده و خیلی خوشمزه تر از این که شما با گرجه بخواین درست بکنید. بعد میذارید آب که اضافه شد، میذارید حسابی این ببینید چقدر لعاب میده و چقدر خوشگل و ربش چقدر خوشگل قشنگ با روغن تفت خورده و حسابی که جا افتاد و دیگه نیازی نبود که شما بخواین یعنی خیلی آب اون مایتابه خشک نشه. یه دونه تخم مرغ هم اضافهش میکنید، البته برای یه نفر. یه دونه تخم مرغ، اگر تخم مرغ زیادی دوست دارید میتونید 2 تا اضافه بکنید جای یکی، ولی یکی هم کافیه برای یه نفر. و حسابی همش میزنید تا تخم مرغ بپزه و سفت بشه. یه آملت پر روغن خوشمزه میشه که اصلا نیازی هم به یه دونه گرجه نداره. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره و این غذای فوری که حداقل کمتر از 10 دقیقه آماده میشه انشالله که گوارای وجودتون باشه. ممنونم. امیدوارم که با لایک و کامنت و سابسکرایب از من حمایت بکنید و ممنونم که تا اینجا با من بودید.